بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز همراه شما درباره سه معامله داد و گرفته صحبت میکنم که در شریعت به یگان شک و شبهه 100% حرام می باشد. آن هم یکی درباره کردیت، دیگری درباره ایپوتک و دیگری درباره لامبارد. اگرچه در این باره پیشتر شاید من صحبت ها داشتم، ولی باز هم از اینکه خواهرها زیاد سوال میکنند یا بعضی معامله های را میپرسند که به همین سه چیز مانندی دارد، خواستم یک کم مفصلتر درباره این سه معامله در شریعت حرام شده و وعده عذاب شده در دنیا و آخرت صحبت کرده باشه. خیلی که میدانید بانک ها همیشه برای گرفتن فایده یا گفتیم برای قوی کردن اقتصاد خود مردم را به کار می اندازند و تقریبا یگان بانک را نمی بینید که آنها به فایده مردم باشند، یعنی مخصوص برای فایده رسانیدن برای مردم گشاده شده باشند. این گونه بانک رو پیدا کرده نمی شود، نه در روسیه، نه در تاجیکستان، نه در جایهای دیگر. یگان یعنی غمخوار من و شما اصلا یگان بانک نیست. آره، بعضی معامله های ما رو آسان میکنند، مانند فرستادن مبلغ به جای یا خرید در داخل خانه و از اینکه به ما کار ما رو آسان میکنن، البته خود آنها هم فایده میگیرن. اما مسئله کردیت است. کردیت که خواهد پول نقدی میگیرید از بانک، خواهد برای خریدن چیز از بانک کمک میپرسید و بانک یا به شما نقد به دستتان پول میدهد که حتما و البته اون با فایز است و شما دیر کردید، از همان لحظه دیگر شروع می شود فایز بستنی اون. یا یگان چیز خریدید، بانک پولی چیزی خریده شما رو به همون تاجر یا فروشنده می دهد و از شما آن پول را زیاد کرده کم کم میگیرن مدت چند ماه، بعضی ها چند سال اگر ماشین باشد. یعنی این 100% همون فایز خوری بانک می باشد که به شما یا قرض نقدی می دهد که با فایز برمیگرداند و مهلت دارد، یا اینکه برای خرید چیز به شما کمک میکند، چه تلفن باشد، چه ماشین باشد، چه حتی سر و لباس باشد، هر چی هم باشد که بانک به جای شما پول آن کالا رو میدهد و از شما بعداً زیاد کنان میگیرد که این فایزی 100% است. ایپوتک دیگر مصیبتی هست بالای مهاجران که این رو گمان میکنیم که ایپوتک یک غمخوری دولت است برای ما، اما دیده استادید که ایپوتک دست و پای یک مهاجر را، یک عائله را با زنجیر قرض پیچانیدن و او را 20 سال و 30 سال دیگر وابسته خود کردنش است. عیناً مثل کردیت است، فقط برای خرید خانه و باغ استفاده می شود که آن را هم به صاحب خانه یا صاحب باغ و زمین پولی همان خانه را دولت نه بانک می دهد، یا نصفش را دولت نصفش را بانک می دهد و از شما مدت 20 سال و 30 سال آن را کم کم زیاد کرده می گیرد و شما تا این مدت آن خانه که با ایپوتک خریدید فروخته هم نمی توانید و آن یعنی 100% از آن خودتان نمی شود و همیشه مشغول آن هستید که هر ماه که آمد باید پول آن را بدهید. و به نزدیکی اگرچه طنز بود، از یکی از روستبان شنیده بودم که میگوید اونهایی که ایپوتک رو اختراع کردن اصلا خودشان آن را نمیگیرن. یعنی اونهایی که ایپوتک رو اختراع کردن که گویا غمخوری به انسانهای بیخانه هست، خودشان اصلا به این باطلاق غوطه نمیزنن و یگان تاجر موفقی رو هم شما یافته نمیتوانید که بگوید به حضور ایپوتک گیرید برای شما فایده دارد. ایپوتک دست و پای ما رو زنجیربند میکند که تو 20 سال و 30 سال از پای دیگر دادن یک خانچه یا یک جایی هستی که بانک برای خریدنش به تو قرض داد. این ایپوتک است. و لامبارد عزیزان چیزی دیگر لامبارد است که اگرچه نامش را گروخانه میگویند، آن گروخانه نیست، آن حرامخانه یا گفتیم ریباخانه، فائزخانه می باشد. فائزخانه می باشد که سبحان الله در تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان خیلی دارد افزایش می یابد. این در روسیه هم لامبارد اگرچه به بانک رابطه نداشته باشد، هم انسان های فائزخوری فائزگیر به کسی که محتاج پول نقدی هست میگویند تو به من تلوواریت را یا هر چیزی که گران در دست تو هست، خواه از پالتوها باشد، خواه از
کیف یا سمکه های قیمت باشد، یعنی هر چیزی که داری در دستت چیز قیمت بها به من میدهی، من به تو همون پولی که الان به تو لازم است قرض میدهم، اما با پرسنت، همون لحظه با پرسنت 10% یا کم یا زیادتر. بعدن اگر در همون دو سه یعنی مدتش تا ماه نمی رود در لومبارد، در همون مدتی کوتاه اگر آورده به من پولم رو ندادی با فایزش، این چیزی تو از آن من می شود. مثلا یک انگشتر طلایی که مثلا قدرش $100 هست، شما در لومبارد با $70 میدهید و $70 رو قرض میگیرید که حتما با پرسنتش برگردونید تا که از نو انگشتر خودتون رو به دست آورید. و اگر پول رو در وقتش برده نداده، دیگر اون انگشتر $100 شما به دست اونها رفت و شما با همون قرض پرسنتتون دیگر خلاصید. که لومبارد ها در نزد خود مغازچه هم دارن که اکثریت اونهایی که پول رو برنگردانیدند و چیزشون در دست آنها همچون گرامون، آنها در همون یک پهلویش میفروشن که همون رو خریدن هم ممکن نیست عزیزان. برای اینکه شما کمک میکنید به یک پرسنت خوره که او این چیزها رو از جهتی یا از طریق پول های پرسنتی خریده است، یعنی به کسی قرض داده است و آنها رو گرفته است. از لومبارد حتی خرید هم حرام می باشد، کمک به یک حرام خور است. اکنون عزیزان وقتی گفتیم این سه چیز، هم کردیت، هم ایپوتک و هم لومبارد آمیخته هست به پرسنت یا گفتیم به ریبا و همون فایزخوری، یقین بدانید که درباره انسان فایزخور الله 4 وعده یا گفتیم وعید شدید در دنیا و آخرت داده است. اولا الله میگه الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس. در دوامش میگه اولئک اصحاب النار، اونهایی که ریباخور هستند روز قیامت گویا که به یک نفر جن زده باشد از جایشون بیدار میشوند، اونها از اهل دوزخ هستند. و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که انسان های پرسنت خور با شکم های کلان پر از آتش بیدار می شوند. و در مسئله پرسنت دهنده و پرسنت خورنده یک است، یعنی اصلا آمده است که تو که پرسنت می دهی تو مظلومی، تو به گناه شریک نیستی. نه، هم پرسنت دهنده هم خورنده یا گفتیم هم فایز دهنده و هم فایز گیرنده اینها یک می باشند. در دوامش الله میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات. هر چیزی که نامش ریبا هست، فایزخوری هست، چه ایپوتک باشد، چه کردیت باشد، چه لومبارد باشد، چه عادی به همسایه قرض دادیم یا از یک نفر دیگر رفته قرض گرفتیم، هر چیزی که نامش پرسنت و ریبا هست الله میگه یمحق الله الربا، برکت آن نابود می شود. و در بعضی کتاب های تفسیر آمده است که از آن ریبایی که گرفتی یا خودت میخوری، نه خودت بهره میبری نه فرزندانت، اون یک پولی حرامی هست که پروردگار برکت آن را کلا خاموش کرده است و هیچ ریبا خوره نه خودش نه فرزندش در دنیا ثروتمند می شود نه روز خوبی می بیند. یعنی برکت این مال کلا در دنیا هم زائل شده یا نابود شده می باشد. در دوامش الله می گوید والله لا یحب کل کفار اثیم، یعنی سبحان الله، الله آنهایی که ریبا میخورند حتی کافر میگوید، یعنی اینها کفران نعمت کردند و گناهگار هستند و آنهایی که هم به الله گناه کردند در برابر خوردن و گرفتن ریبا، هم به این حلال بعضی و حتی حلال گویان هم دست میزنند. در پایان آیت که اینها همه در سوره بقره از آیت 276 شروع می شود، الله میگوید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. وقتی در بالا میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، از الله بترسید ای آنهایی که ایمان آوردید، ای مؤمنان از الله بترسید و ریبا خوردن و گرفتن رو بس کنید. در دوامش میگوید اگر بس نکردید پس شما برخیزید به جنگ با الله و با پیامبرش. و من و شما میدونیم که ما برابر یک انسان دوپایه هم وقتی که در دستش سلاح هست یا پگان دارد به جنگ برخواسته نمیتوانیم. کجا رسد بر رب العالمین که به ما جنگ اعلان کرد دیگر ما اصلا به خود نمی آییم. یعنی آنهایی که ریباخور هستند، شاید شما هم شاهد باشید و پروردگار شاهد باشد که من خودم هم چندین نفرانشون رو میشناسم به دردهای گرفتار هستند، به مصیبت‌های گرفتار هستند، بعضی حتی به
بعد از به پرسنت دست زدن به حالتهای دچار شدن که تمام خلق الله هم لعنتشان میکند، هم به حالشان از یک جهت میسوزد که چه احوال دارد این بیچاره. یعنی به روزهای ریباخورهای مشهور گرفتار میشوند که دیگرها گرفتار نمیشوند. اما اینجا دهنده هم همین است. اگر من و شما رفتیم به پرسنت گرفتن یا کردیت گرفتن یا با ایپوتک یا گفتیم لامبارد، عیناً از آنها هیچ فرق نخواهیم کرد. اکنون مسئله داغ دیگری که عزیزان اینجا حتما باید ذکر شود این است که اینجا بعض طالب علمان یا گفتیم بعض نفران هستند که وقتی درباره حرام بودن علل خصوص ایپوتک صحبت می رود که تو برای 20 سال یا 30 سال خانه گرفتی و آن پول خانه رو بانک از جای تو داد، تو به بانک اکنون پرسنت زیادی دادن میگیری، این همون پرسنت حرام است. در روسیه اینها یک چی دارن؟ فتوای خود را دارن. میگن در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه ریبا یا پرسنت با کافر حلال است. یعنی به یگان ترس تهمت میزنند به ابو حنیفه رحمت الله علیه. و عجیبش این است که اینها ابو حنیفه رو فقط در همین مسئله فتوای حرام خوردن به زبان می آورند، در دیگر جایها نه. ببینید در کتاب های فقه ابو حنیفه رحمت الله علیه، چه بحر الرائق باشد، چه کتاب مبسوط باشد، چه محیط برهانی باشد، پیدا میکنید موضوعی را که وقتی دو کشور مسلمان با کشور کافر در جنگ هست، همون جنگی که امروز مثلا بین روسیه و بین اوکراین می شود یا فلسطین و اسرائیل می شود، مثلا همین گونه جنگ هست که هر دو یکدیگر رو مثلا روسیه و اوکراین رو بگیریم و خاک یکدیگر حمله میکنن، یعنی کلا زمین یکدیگر رو حلال میدونن، کشتار هست، قتل است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه همین گونه وقتی بین دو کشور جنگ است، دارالحرب میگن، دارالکفر نه، وقتی دارالحرب هست، خواه و ناخواه آن دولت، یعنی دولتی که با مسلمان ها جنگ اعلان کرده است، حلال است، زمینش رو هم گرفته می شود، مال ملکش رو هم. برای همین یک مسلمان و انسان هایی که در آن دارالحرب است یا در همان دولتی جنگ اعلان شده هست، یک مسلمان می تواند پول بدهد و ریبا گیرد. این فقط در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هست که حتی ابو یوسف هم به این شریک نیستن، یعنی به این سخن اتفاق نیستن، تا جایی که نمیدونم در کتاب اصلی خود ابو یوسف بود، خطا نکنم، خود ابو یوسف هم به این اتفاق نیستن. یعنی ابو حنیفه در یک حالت میگن وقتی تو دولت مسلمان با یک دولت کافر در جنگ هستی، همدیگر رو خونتون حلال شد و در جنگ هستید، یک مسلمان میتواند به کافر اون طرف پول بدهد و پرسنت گیرد، برای اینکه خواه و ناخواه خون او هم حلال است و مالش هم. نه اینکه مسلمان رود و از او، یعنی مسلمان رود و به او پارد ابو بخشد پرسنت که او فایده گیرد. این مسئله وجود نداره. یعنی در یگان ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتگی نیستن که تو میروی به یک کافر 20 سال و 30 سال پول ایپوتک میتی یا گفتیم کردیت میتی یا از او قرض میگیری و به او چی میدهی، از سالهای دراز دیگر پرسنت میدی. این چیز وجود ندارد. و آنهایی که میگید ابو حنیفه اجازه دادن، یعنی به کدوم کتاب نگاه کردگی هستن من نمیدونم. و عجیبش این است که با این فتوا کم نیستن نفرانی که ماشین با کردیت گرفتن، خانه با ایپوتک گرفتن و اینها رو چی میگوید؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، برای خود خدا ساختن از دوسه به سواده که آنها گفت فتوا هست شما میتوانید کردیت گیرید. یا که میگن ما مجبوریم. کی مجبوری دارد؟ در اسلام مجبوری زمانی هست که هلاک میشوی. مثلا تو باید اپراتسیون دل گذرانی، جراحی دل گذرانی، همین روز نگذرانیدی میمیری، یگان کسی نیست که به تو پول دهد. در اینجا گفتی من رفتم و از بانک پول گرفتم، اگر نمیگرفتم همون روز جراحی قلب میموند و پسرم میمرد. اینجا میگم خیر ضرورت داشتی، شاید این حالت ها که از میلیون هم یک بروا نمیخورد. اما توی این که میگوی نه من پول اجاره نمیدهم، برای پول اجاره داده کیسه یک کافر رو پر کردن من ایپوتک میگیرم، با ایپوتک 1000 بار کیسه کافر رو پر میکنیم. با ایپوتک چقدر بانک های پرسنت خور رو ما سرش میکنیم. اون هم اگر اجاره مثلا 1 سال 2 سال است، ایپوتک 20 سال و 30 سال است که اونهایی که اجاره نشین هستند و حلال کار میکنند و مقصدشان حلال است، الله اونها رو به خانه نمیگذارد. یعنی میگن اینجا با کافر، اونجا با کافر کمک نمیکنید، با ایپوتک کافر به شما کمک میکند. برعکس نیست.
یعنی چه خیلی گفتم داخل شدن به بطلاق است. نامش در یادم نیست، مرغولان بود، نمیدونم. یکی از صاحبکاران مشهوری میلیاردر قزاقستان است. یعنی از بعضی صحبت‌هایش من هم استفاده میکنم که گفته بود یک لاوشکه هست، وقتی تو به خاطر کودکات یک خانه ایپاتیک میگیری که اون کودک 20 سال و 30 سال بعد از مرگ تو هم باید چی دهد؟ پول اون رو دهد. یعنی این یگان خیلی رحم خوردن به کودک نیست. اونهایی که با ایپوتک خانه میگیرن که گویا که با همین بچه ها را یا با کودکان ما یک سرپناه پیدا کردیم. سرپناه نه، قرض چند ساله پرسنتی که اون رو هم الله وعده داده است که برکت ندارد، اون خانه ها برکت ندارد. پس عزیزان این سه چیز، یعنی یکی کردیت و یکی ایپاتیک و یکی همین لومبارد، که با لومبارد هم نباید نزدیکی کرد، نه از آنجا خرید کنیم، نباید از آنجا قرض گیریم. سه چیزی است که در شریعت حرام است. و چیزی دیگر عزیزان در ما بانک های اسلامی هست که متاسفانه این کشورهای پساشوروی ندارن و در دولت های اسلامی هم نمیدونم تا چه اندازه هست. کاش برادرانی که وقتی به دستشان پول می آید یک باره از پس خانه دوم و سیوم هستند، چند نفر غیور پیدا می شدن و همون گونه ای که قرض حسنه هست با گرو هست و همدیگر کمک میکردیم در مهاجرت و مسافرت. همون جهت خیلی که در اسلام مثلا دادن قرض حسنه با گرو هست، اگر برگردانیدی پولم رو گروت رو میدی هم وگرنه گرو از آن توست. این گونه یک نمودهای قرض حسنه پیدا میشد که مثلا آنهایی که مجبور هستند به کردیت و ایپوتک دست نمیزدن. اما باز هم یعنی تکرارا میگویم که آنهایی که میگوید ما مجبور هستیم و ایپوتک گرفتیم، این گپتان در نزد پروردگارم قبول نیست، در نزد وجدان خودتان هم، چون ایپوتک از ضروریات ها نیست. نگرفتی میمیری، این ضرورت است. ایپوتک از ضروریات نیست و یگان خیل در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه در دولت امروزه روسیه ایپوتک گرفتن یا کردیت گرفتن اجازه نشده است. برای اینکه اولا دولت روسیه اگرچه دارالکفر باشد هم دارالحرب نیست. دوما شما پول داده فایده نمیگیرید، برعکس از شما فایده میگیرد دولت کافر که این در نزد تمام علما حرام می باشد. این بود عزیزان صحبتی من. اگرچه این مسئله کتاب میخواهد، صحبت های چند ساعته میخواهد، ولی هرچی توانستم کوتاهک درباره‌اش صحبت کردم. پروردگار به یک ما و شما برکت های از خزائنه خودش بدهد، از خزینه های غیبش بدهد که محتاج یگان بانک و یگان آدمی ثروتمند نشویم. دوم و ما صبر بدهد که اجاره نشین باشیم، هم محتاج خانه های اجاروی باشیم، هم دست به این حرام ها نزنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.